میخوام ببینم اشارهشو بخیر برو ایران تشریف ببینیم کل افغان اومده پشت یک ایرانی را میکنه بزنه مرا ده دفعه فرق من چی رو کنم نه نکن بچه دستمو ول کن بابا. در این ویدیو قرار یک ایرانی به افغانستان بره به عنوان دوربین مخفی میخواد از مردم افغانستان امتحان بگیره که آیا واقعا طرفدار ایرانی یعنی در پشت ایرانی است یعنی نه. مثلا به عنوان دوربین مخفی میخواد از مردم افغانستان امتحان بگیره برای اینکه بخواد مردم افغانستان را امتحان کنه که آیا واقعا مردم افغانستان طرفدارش هستن ازش پشتیبانی میکنن یعنی ازش دفاع میکنن به خاطر این کار با یک افغان جنگ میکنه یعنی بگم دعوا میکنه تا ببینه مردم افغانستان طرفدارش هستن یا نه. بریم ویدیوی کاملش رو با هم دیگر ببینیم. فقط قبل از این ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. ایالاتاشو میخوام ببینم اشارهشو بخیر برو ایران تشریف ببینیم کل افغان اومده پشت یک ایرانی را میکنه بزنه مرا ده دفعه فرق من چی رو کنم نه نکن بچه دستمو ول کن بابا. سلام به همتون، خوبین؟ حال شما خوبه آقا؟ داداش خوبی؟ چی حرف هست؟ چی جور مردم خوبی ها؟ والا خیلی مردم افغانستان خوب مردم هستن. بعضیا میگن که مردم ایران بدن، مردم ایران بد نیستن. اولش خودم بدم نه خودت بدی نه مردم هم درسته باش. اینه داداش نشستم پلوتون خیلی خوب مردم ها، خیلی کیفیده اینجا، خیلی فضای عالی داره. فروزه رو خیلی دوست دارم من. از اون خاطر اومدم اینجا پیروزه است یه گشتی بزنم افغانستان رو ببینم که افغانستان چه جور مردم داره و چه جوره هم. حالا خیلی خوب مردم. آره داداش من ایرانی هم. چرا مشکلتون؟ افغانی زا ایران رفتن. نه بابا من ایرانی هم. نیده منو این چهره‌مو نگاه کن. وطن ما چی میکنه چی جا اومدی خودت داداش اومدم مسافریت میخوام گردی افغانستان رو ببینم. بعضی ایالاتاشو میخوام ببینم اشارهشو بخیر برو ایران تشریف ببینیم یک چی میکنه تو باشه دیگه من به ساعت اومدم نمیذارم. من از ایرانی بد میبرم چرا بد میبری؟ از کلش بد میبرم داداش چرا بد میبریم؟ ما چی کار کردیم باهات؟ حالا کجا من قبول میکنم در خانه ما اومده من خیلی مردم افغانستان رو دوست دارم. این چه جوریه؟ خانداری پشتو یاد دارم فارسی گپ زدن دری گپ نمیتونم به سبب جواره نمیتونم خوشی برو سایسای برو بچا برو فهمونینو بابا بعد میکنم پیشت نه تو اینجا تو من پاسپورت از امیر پاسپورت نمیدم. پاسپورتمو واسه تو نمیدم. واسه تو پاسپورتمو نمیدم. وطن ما است وطن تا صحیح است که نمیخوام که میبینی نه صحیح از جر ندیدی ما دیدیم که برات میگه صحیح خود دیدی هر کس افغان بابا این چی جور آدمه بفهمونینو افغان بد نمیکنم. همین 10 دفعه که افغانای ما اونجا تحقیر شد کی مثل تو یک جوان پیدا شد که مراد در بابا همه کی اونجا که در ایران مردم لط کرده کی نه بابا مردمش نکردن این کارو. کار مردم نیست. تو میگی من افتخار دارم که افغان دستم اینجا گرفته. چی داره دیگه در ایران هم که باشه دیگه انسان هم پیدا میشه که این ناش دستمو گرفته. افغان خوش الان دلم خیلی حال کرد که افغان دستم. چرا بابا چیکار با تو من چیکار کردم بابا که اینجوری میکنی واسه من؟ ای فامیلیش سفید هم کارای فوق نظافت تو پشتی از این رقم نگفتم میکنی واه اتساج نشه بره کجا میری من برسونم میخواستم به اینجا میخواستم بده تو پاسپورت تا بده چیکار داری با پاسپورت من؟ خبر نداره او بره ایرانی دو ترقله دکرت پرتریشه پاسپورت میخواد. این چی آدمیه بابا؟ این چی جور آدمه؟ این آدم نیست بابا. این چی برادر چرا مسئله چیه ایرانی آمده همسایه چی کنم ما را نمی همسایه ها همونجا کل افغان آمده پشتی یک ایرانی را میکنه بزنه مرا ده دفعه فرق من چی رو کنم چی کار دارم با تو بابا؟ سعی کن ببین افغان اونجا تو ایران رفته ببینین اینا
پیش تو وایستادن. میفهمم من قدردانم میدونم من افغانا خیلی با غیرت مردمن خیلی غیرت دارن مردم افغانستان میدونم همسایه دوستن او تاسو ټول افغانان نور په ځای د دې چې زمانه په حمایتو کې ټول راغلي د ایراني مسلمان ته که د ایراني که من ورور ده خو هدف دا ده که خلاف کار اسلام کوي مسلمان می بس خیر دام خیلی ممنون اینجور آدما رو بفهمونین بابا با ما دعوا میکنن دا تذکره دی نو ګورم خپل پښتون مې خپل افغان مې خدا ایرانی ما باندې بد لګیږي پوه شئ ورور نه خدای دې نه کړي دغه خبره وکړه مسلمان چې حضرت مسلمان د کوم ځای ده دا جواب راخیر دی کوم ځای عربستان چې پیغمبر قبول کړی صحیح ده دا خبره باندې کوي ایرانی او پاکستاني دا که پاکستاني ده که مسلمان وي زمونږ ورور ده اما که د اسلام تاسو په مخه کې خو یو ځلې دا وه هم وروره ته ودرېږه چې دا یو دوه څپېړه وه ته لرې شه خدا کتاز میزنین چی کار باید جنگ بکنه بیادرها از رسانه هستیم کاشانه تیوی آزمایش مردم بیا اینجا دیگه من شناخت دارم تا شده باش که سیاسرات پیش اینی بیادر اونو هم بیای شما کلتان کلگی بیا ماما بیا دیگه تو بیا هموطنای عزیز برنامه آزمایش ایرانی گم شده ببینین وقتی که اگه افغان گم میشه از مهاجرتاش پرسان کنین که به چی وضعیت می باشه امروز ایرانی گم شده را من خواستم با سیلی بدرقه کنم و گفتم که ایرانی بدم میایه این قدر مردم را که میبینی به خاطر دفاع از ایرانی استاده شده پس زنده باد مردم با فرهنگ افغانستان کاشانه تیوی را حمایت کنین و ایت مردم عزیز در قلبتان جای بدین در قلبتان تشکر خب قسمی که ویدیو را دیدین همه اینا افغان بودن میخواستن امتحان کنن که آیا واقعا افغان ها طرفدار ایران هستن یا نه مثلا یکیشو به عنوان ایرانی گفته من ایرانی هستم آمدم افغانستان برای تفریح و برای بالاخره گردش و برای برابر برای فضای سبزش برای بالاخره خوب جای یکی دیگهش میگه مثلا من از ایرانی خوشم نمیاد برو بیرون به خاطر این کار تمام مردم افغانستان از این ایرانی دفاع میکنن امیدوارم که ویدیو خوشتون اومده باشه برای ویدیو بعدی اشتراک کنید کانال سابسکرایب کنید و زنگولش کلیک کنید تا که از ویدیو ما آگاه شوید